مقداری هم انتظار می رفت رئیس جمهور کنونی ازبکستان شفقت میرزیویف در انتخابات پیش از مولد پرزیدنتی که روز 9 ایول سال 2023 دایر شد بر سه نامزد ضعیف و برای جامعه ناآشنا به آسانی غالب آمد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی ازبکستان زینالدین نیزامخوجایف روز 2 ایول با اعلان نتیجه های مقدماتی آوازدهی خبر داد که به نامزد حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان شفقت میرزیویف 80% از جمع آواز دادگان رأی دادند. سه نامزد میرزیویف یک جای حدود 12% آواز گرفتند. از جمله جای دوم را بعد میرزیویف با کسب 4.43% آوازها معاون اول رئیس دادگاه عالی ازبکستان و نامزد حزب سوسیال دموکراتی عدالت رابخان محمود و به دست آورد. جای سوم را با آواز 4.02% نامزد از رئیس حزب خلقی دموکراتی اولوغبک عنایتوف گرفت. در زینه آخرین با 3.74% رهبر حزب اکولوژی عبدالشکور همزایف قرار گرفت. در انتخابات 15.6 میلیون نفر یا 79.8% از نزدیک 20 میلیون انتخاب کننده اشتراک کردند. یادآور می‌شویم در انتخابات سال 2020 شفقت میرزیویف با کسب 80% آوازها غالب آمده بود. این نخستین انتخابات پرزیدنت ازبکستان بعد وارد کردن تغییرات به قانون اساسی این کشور بود که طبق این تغییرات از جمله پرزیدنت از این به بعد به جای 5 سال برای 7 سال انتخاب می شود و شفقت میرزیویف که الکی 2 نوبت پرزیدنت بود و 24 ایول سال جاری به سن 66 می رسد حق پیدا کرد که باز 2 نوبت دیگری 7 ساله یعنی تا سن 80 نامزدی خود را به پرزیدنتی پیشبری کند. نتیجه های رسمی انتخابات ازبکستان هنوز اعلان نشدند ولی شماری از رهبران خارجی از جمله پرزیدنت های روسیه، قزاقستان و تاجیکستان الکی میرزیویف را با پیروزی بی چون و چرا تبریک کردند.